امیر بله. پاشو برو 1 کیلو پیاز بگی بیار. یه دقیقه این کنترلر درست کنم الان میرم. مرد خونه ما رو ببین تو رو خدا. بفرما مادر من اینم پیازت. امیر بله. برو 1 کیلو هم سیب زمینی بگی. مگه من همین الان رفتم این پیازو گرفتم؟ خب برو دوباره بگیر سیب زمینی. اون سری که بچهای مردم بود، این سری چیه داستان؟ مرد خونه ای باید بری بگیری. چون مرد خونم باید پیازو یه بار برم بگیرم، سیب زمینی رو یه بار باید برم بگیرم. آره دیگه مردی گفتن. ای بابا. مامان میگم این سریال خیلی قشنگه. امیر جانم. در اینو واکو یه ساعت دارم ور میرم واز نمیشه. بابا بده من این که کاری نداره این خدمت شما. قدرت رو دیدی؟ مرد خونه ای یا مرد خونم در باز کن که نیستم. باشه مرد خونه ای. امیر خوب شد اونجایی. ببخشید بلیتیه اینجا همیشه میام. اون شیر آب الان یه ماه داره چکه میکنه برای من درستش کن. که سالمه که. نه داره چکه میکنه. چک شیرالاتی 2 تا کوچه پایین‌تر میگم بیا. بابا مرد خونه ای یا مادر من بچهای مردم شد مرد خونه. خب میگم شیرالاتی میگم بیا درست کنه دیگه. نه باید حتما خودت الان درستش کنی. خب مادر من دکتر کارش چیه؟ درمون تو مهندس کارش چیه؟ ساخت و ساز برای که بشینی و تو همه کارا رو من نمیتونم بکنم که شیرالاتی هم من نصابه اینه بیا نصب کنه اینو. باشه تو باید مرد خونه گفتن و باید تو درستش کنی. متوجه نمیشی کلا. ای خدا مادر من اینم تموم شد. بس دیگه. بیا برو آب گرم کنه حالا درستش کن. نصاب بردی خونه؟ باشه دیگه مرد خونه ای دیگه. بابا مرد خونه چیه؟ مگه من نصابم؟ مادر من اینم آب گرم کنه. امیر محمد دیگه بیا برو کولر رو درست کن. گازی، ماهواره‌ای، ماشین لباسشویی چیزی نمیخوای برم دیگه درست کنم؟ خب مردی گفتن عزیز من. مادر من مردی گفتن چیه؟ از صبح تا حالا نصاب پکیج شدم، شیرالات شدم، خریدکار شدم، کوزت گرفتی مگه من مرد خونه برم ببین